کجا رفتی اولمه علا تحتی دورمه کجا رفتی اولمه ربی مرا رد کردی حالی مرا بد کردی تو مرا کدت کردی با آواز خروس سرود خونید وقتی گشتن قدم قربان همونجا سون کار پیدا کرد باور میکنید گشتنش یک از رنجلو من میکنم $100 میتونم گفتم اگه قدم جانم سرودم تاری کردم بیا بخون بسیار خوشش دوری جانم شده گفت که تو مرا من ایتا حیدرگیرم تو مرا مبارای بایی نمیکنی گفتم چی مبارای بایی کنم گفت 3 روز با من کفتم نیفتم شفتم 2 روز غیر در گفتم تولد کسی آیا از ریختن موی سر خود ناراحتید؟ آیا قد پستی مشکلی شماست؟ آیا داغ سفید روی زیبایی شما را میپوشاند؟ حل این همه مشکلی های شما تنها در صاف سوداست. شتابید، نرخ دسترس، بی ضرر و دوای دردهای شماست. صاف سودا با 100 درد دوا. سلام علیکم بچه‌ها، سلام علیکم پادپیشکای کانال توجیکان گروپ. امروز برنامه ما 10 شهر می باشد و در مهمان برنامه ما هنرمند شناخته اکای حسنی چیله. خوش آمدین اکا جان در برنامه ما. رحمت که برنامه ما را قدر کردین و تکلیف ما را رد نکردین. چی گفتنیم؟ ما برنامه داریم 10 شرط چه که در روی استالتان دیدین 10 تا قطیچه در هر کدام ویا سوالاش ده اگر جواب چین 20 سومانه پریز 10 تا اگر بتونین مثال 200 سومان میبرین. چی گفتنیم؟ هر کدامش میکشین سوال را بلند میخونین و اجرا میکنین و پیش برنامه ما 3 سوال داریم میخوایم که همین سوال را در شما پیشنهاد کنیم و شما جواب گردونین. تیارین؟ 1 2 3 و 4 مویون با قسمت تیار اومانی مسئولاتی 4 این اقتی بسیار اکای رئیسیور اکای اکتیور یک شب اردور تمام. خانم از یک سوال میتیم. یکم سوال ما همین که در زندگی شما شیدگی حالتایی که فراموش نشونده باشه چی خوب باشه چی بد؟ فراموش نشونده لحظه بسیار شیدگی است از اوان جوانی و از همه یک لحظه بسیار فراموش نشونده به اصول وقتی را این فکر شد با امروز اکای تشکیلان خلیف یک بیافته شد که ما باید در کنسرت ایدیاتشی ملی اشتراک میکردیم. بله. یکی از کارگردان‌های مشهور تاجیک استاد امیر جلال با استاد بختیار رحیم زنگ زدن که زودتر بیاد که پیغام سر شد. مشق سر شد. ما باید با وحدت و کاخ وحدت میرفتیم. بله. همزمان اکای بختیار جان در دهن تیرزای بالکن سیگارت کشیده ایستاده بود. سیگارت کشیده ایستاده بود. خواست تیرزای را مکان بود که شمال شد. جورایی ما باشه شمال تیرش لخچه سیگارت پرید. همون سیگارت لخچه‌اش پرید. دروی خانه پرید؟ بله با کجا پرید مونه میده باکه که انا لخچه بود بعد خانه در اومد ما دیر کردیم داریم کسی باید ریپسر منو اکای تشریف و اکای بختیار خانه یکی هم اکای بختیار اسکوماتی زندگی میکنم کو خانه را یکون جوش نموند همه رو تبرو کردیم لخچه را نیفتیم نه دیوان نه شکر نه پلک همه یعنی ما کردیم گوستو زن ای بچه کجا شید ترگون سر تو انتظاریم ما باشیم لخچه کفته شدیم یک لحظه شد که در پایان بیچاره دختره که همسایه سیمیچکه روتون همین چیزا میفروخت نگاه کردن که از بالای پلاتکای وای دود برآمده است بعد فهمیدم که لخچه ما رفته در جای سودای هوای زدگی است همه لحظه خاطرمان هم خنده‌آور است هم گریه‌آور. بله بهترین لخچه نمی سهله لخچه بهترین و سوال دوم همین خیلی که تا جایی که ما میدونه و اکثریت آدم میدونه شما شعرنویسی مشهورین در تاجیکستان و ما فهمیدیم که شعرهای صدرالدین نجمیدین هم شما نویسگین بهترین میتونین که 4 مصرعی همون شعرهایی که خطان در معقوله همون را شما حاضر زمزمه کنید برای مخلصان خطان. اولین ترانه‌ای که من با استاد صدرالدین نجمیدی نوشتم تا کجا دل میکشانی تو مرا تا کجا دل میکشانی تو مرا من گناهکارم تو باشی بیگناه عاشقی ها میرن با غصه ها تو نگو که من نمیخواهم تو را تو نگو که من نمیخواهم تو را وای وای دل
بهترین سوال نوبتی ما همینه که استاد حسین چیله در زندگی از چی میترسیده باشند؟ حسن چیله در زندگی از خیانت میترسد، از دروغ میترسد، از اون نفرایی که در یوتیوب و در فیسبوک هر گپای بی‌معنی مینویسند، از حالت و از زندگی و از قلب حسن چیله با خبر نیستند. بله. مرا همچون مسخره بوز بسیار از شاید فکر میکنند حسن چیله این طور نیست، خطا اندر خطا میکنید. از من دشمنی قطار نسازید به گفته استاد مبلغ بید. بله. حسن چیله در دل در خزینه‌اش غم‌ها و دردهای دارد که او را فقط خداوند می‌داند. برای میگوییم محبت بین ما کار خدا بود، از آنجا من خدا را می‌شناسم. روی حج گرفتن من ای برای زندگی من راست کردن، برای دو تنبیه گفته زندگی من بردن است. من اصلا در تئاتر عوام کار می‌کنم، فقط با غزل، با قصیده و تصاویر بزرگان، مولانا، شیخ عطار با اینو روبرو هستم. و این روی حج گرفتن من به خاطر زندگی هم است. برادر عزیز بهترین خیلی که بچه ها میداریم اکای حسین چیله استاد کانال خچانه کشودگیان در یوتیوب و ما سیلکش هم میمونیم میداریم همه کسا آبونه میشیم و پیشروی استاد تماشا میکنیم و ادسنید میکنیم و ما میگذاریم به برنامه خدمت. میکشیم. بله. جندی فیلمی تماس لامپ جندی تقلید از آواز گرگ. نه تقلید از آواز گرگ. من پیش از آنه که تقلید گرگ نشده برای گرگ نکنم میشم و در اساس در دهه کوزه و جای دچه‌های زیاد هستند در اونجا در بالای ودپاد میگم که جای شرشره ساختن. بله. به خاطر مهمانان تماشا کنند. ودپاد. ودپاد صورت گوزی کوهی ساختگی است. یک گرگ نماز شام درست نمی‌ماند، میگه گرسنه و شیر میزنه. کشتم و دادم چه رفت. بله. بعد همین بوز نماز در هیکل ایستادگی گرگ از دو جوره کشنه نماز شام رزگام میگیره. بله. گرگ همین رزگام میگیره میزنه خیز در گرده بزگی این بز هیکلش سیگیگی بداره. آیا من بلو میاد میزنه در تا الو الو و ما تبریک میکنیم. بله بهترین ما تبریک میکنیم صاحبی 20 سامان شدن استاد و درش میریم. اگر امکانیت باشد همون چیزایی که شما کردین این طرف میمون یا که بالاش هم میکشین یا نمود کنین دوامش. بسم الله الرحمن الرحیم. شوف کو جدی بینی این سوالات اونجوری مشکل است. و فیروزه حافظ و زن زده اسمای محمد کنید. نه تا جایی که ما میدیم شما همکاری با فیروزه حافظ هم دارین. من موضوع شما یک قرمی بینیم اگر باشد من برود اگر زنیده باشد اون نفر اگر رقماش شگی نباشد ما حتما نمیره گیران شده ما داریم. اگر میخواین در شاتتان 30 سومان کار کنین در سلکه زیر ویدیو بودن میدونیم رجیستراسیون میکنیم ضبط اکران نکرده در همین رقم ها روان میکنیم. اگه خودت باوری داری بهترین شانس را برای تو پریمش میتیم. جواب نمیدید. اگر جواب میداد من حتما روز دیگه میکردم با این کس همون گفتهش ما رو میکردم. بهترین خیلی آخری برنامه دم یا برگه با زنگ میزنیم. بله دوامش و دون جوان زنگ زده سبب فروختن کانالش رو فهمید. حتما اگر کانالش رو بفروشد من خدم
میخرن شا افتم از اون میخرم چی سمون. سلام علیکم دوست مراد. ای بچه خدا داد. چکه شما سلامتون است؟ دوست مراد جون فهمیدیم که همی شما همی کانالی که هر یک سودی پرفتایتون 1 میلیون 1.5 میلیون 2 میلیون بیشتر همه فروش دمونه. خطور یعنی یک دو برادر از یک کانال دوران یا برنامه دوران بود تا که هم دودار تمام کانال سا فروش نموده ما تو مخوی نخواه دمونی ده سا فروش دروغ است ما خونه با دودارم ای خدودو دیده اولی دیدم کیف کدشتی حتما گفتم به 2 روز می دارم سنتوده وطن عزیز مهربان در یور خونکی دارم یعنی میشوم یک روزه داده دوستی عزیز زنگ میدم خدا نگهبان مصطفی مادر جان هم را سلام بگین خدا نگهبان باشد الان این گپا دروغه کانالش مون نمیفروشیم برای کار دادن خدا نگهبان بهترین درس رفتیم درش میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. گل تاجیکستانی عزیزم من در پیشت کنیزم یک سوال خواند که مضمون نداشته باشد چون مثلا من آمده‌ام به دیدن جانانه نیامده به دیدن من این روز گذشت فردا را بگو عاشق شده‌ام خبر بود یا نه؟ استاد تا جایی که ما میدونیم سال 2013 بود یا که 15 بود اگر دروغ نشم یک صحنه کرده بودین شما همه کسا گل درباره تیریزه گل در تیزه گل باز می نمازی بود بله با استاد دستور رحیموف بله همین میتونین که مقصد نقل کنیم برای چی بود ایده کی بود و همو گلباز ما برای مخلصان ما مخلصای کانال ما زمزمه کنیم. انا دوستی عزیزم باشی این هر ایجادکار اونی که خداوند بقای دو است در خونش در شریانش در وجودش هست ایجادکار است. من یک همصنفم میرالی نام دارد فقط قسم میخورم که از خوش میجام بریزم خوش میجام بریزم فرنگ بخطر قسم کنم همیشه قسم خوش میجام بریزم بعد همین روبوتو مود شده همین روبوتوی گلبازمی توی در معرکه و در همه جا در تلویزیون هم حتی روبوتوی گلبازمی میخوانند. بله همراه با موزنای دایره نواز استاد دکتر رحیم خدی همین برنامه رو گذرانده بودیم. بعد همین میسره رو من گرفتم و قبل استاد هنرمند مردمی تلویزیون استاد جمعه خان سفرов ما ایجادکارای این کاراکتر میکشیم که قدر بله میشیم. بعد همین گل در دهه ریزه کسی ایمان روز کنه خوش میجاش بریزه بهترین بله باید ترگه بعد این تلفن ها مدو دادر اومد و همه چیز با گودو دو دیخید کردم ترا سخرانید کردم تو مرا کدت کردی ترا اودانید کردم بله بهترین استاد و 6 دانه دیگه قوطی موندگی های میریم دلش میکشیم. بله دوام دورد دل ای دوستی من خفه میشمده تقلید از الهام رودف من تقلید کرده نمیتونم اون قدر از دستم نمیاد یک خیلی کشش میکنده بهتری میشه تقلید از برادر ازم الهام رودف یک خفگی کجا رفتی یارمه علا تحتی دورمه کجا رفتی یارمه علا تحتی زورمه ما عاشقی زورمه در پشتی زبورمه کجا رفتی یارمه علا تحتی دورمه بهترین تبریک بکنیم. بله دوامش سرودی مشهور این اینجا سیدعلیه که با نام چبرگردی لبگردی رو تقلید کنید با طرزی تزگویک. تزگویک؟ بله
آواز برای انجام صندلی کردن میتونه که آواز خیلی میخونم زودن. می شود. قبول. آنجا نه گذشت که من ندیدم روشه چبرگردی لبگردی رو انا رو مولا کشی دبا خوای ابروشه چبرگردی لبگردی رو وای خیر رو مولا همه دختر میبنده چبرگردی لبگردی رو وای یک باره نگر دونای تو بینم روشه چبرگردی لبگردی رو چبرگردی لبگردی رو چبرگردی لبگردی رو بهترین تبریک میکنیم صاحبی با 20 تومن دیگه شده نه اون دورا 20 تومن 20 تومن بشی نه شعره او دو سوال جا کدام شعر ایجاد کرده شما تو حال مشهور است چون مستشار خونه گپی مرا رد کردی حالی مرا بد کردی آه تو مرا کدت کردی دیگه مرا زنگ نزن SMS دوام کردی محوش گریون کردی سری من ویران کردی دیگه مرا زنگ نزن سری من ویران کردی هر روز مرا زنگ بزن بهترین بچه ها چه که دیده سین استاد حسین چیلا ای عهده 8 برآمد و 2 دانه دیگهش موندگی ای نمیشه تا 3 دانه دیگهش موندگی ای کو با آواز خروس سرود خونید با آواز خروس سرود خونم بله بهترین قبول ای دوامش از همه سرآینده یک بد میگیتون کیست و از کدام سبب هر کس یک سراینده را بد میبیند تا جمع میدونم استاد سرآینده هستن که مرا بد میبینن مشهورن نامدارن چند بار من تحقیق کردم در وزارت فرهنگ در هر جور یک شمشاری شماری شما بد میبینید من مردم هنری دارم من اون هنر میتونم برمی اوزم حتی من اصلا میخوام با مردم بفهمم که من مخلصی آقای موین هستم آقای موین از دوست میدارم و در زیر ترانه‌های همون بودم بزرگ شدم ترانه نویس شدم اول داخل خدا من اگر هنرمندی برمیدگی ندارم من دارم اگه در اینجا گفتن نمیتونم چون که باعث خفگی نشد من بکنه من فخر از اون دارم که فخر میکنم از اون فخر میکنم که رستم میرون با من زنگ زده گفت که عمدی مددیان تا پرسیدستن بله یعنی که عمدی مددیان در کف وعدت کنسل داشت رستم میرون من در توی معرکت و از زنگ زده تا پرسیدستن وقتی من ورودی سرنشتم رستم گشت تو طرف عمدی گفت عمدی حسن بعد عمدی گشت گفت حسنی چیه بعد آره منم با ما آغوشکشیم بوسیدیم بعد من یک کناری صحنه بود حسن جان از اون آهنگی که با ما فرستادی ترانه‌اش نوشتی برادر همزبان از اون اگر باز آهنگ اگر ایجاد داشته باشه آهنگو من با تو اسکایپ یا که تلگرام آدرس میگذارم تو با ما آهنگو تو بفرست من فقط میگم که هنرمندای توجیستان مرا یکش بعد دیدن یک هنرمندای ایران مرا دوست می‌دارن بهترین آقای سیاوش کماشی ما باید روزا فخر کنیم که سیاوش کماشی از لس آنجلس آمریکا میو صدرالدین سراغ میکنه بله اینا ما باید نادیده نگیریم بله. برای منصور جعفری میگه که صدرالدین را بشناسید بله ما صدرالدین بسیاری ما کوی نمیشناسیم که صدرالدین در دل در خزینه دلش چه محبت ها داره برای صدرالدین انسان خاکسار انسان دوست داشتنی است من سیاوش کماشی وقتی با صدرالدین نشستم بعد سیاوش کماشی گفت که میخوام یک دوستی نزدیکترین رو شناس کنم و من همراه شناس کرد که آقای حسن ترانه‌های مرا می‌نویسن بعد سیاوش کماشی گفت صدرالدین بده آقا را استفاده کن مثل کی زنبوری که اصل میاره تو خانهش اصلانش رو بگیر گفت با ولش کن
برم بله. با اصل جمع کنم. یعنی که من خوشبختم که با خیلی نمادهای مشهوری دنیا نشستگیم هم صحبت شدیم و از بهترین. بنده آقای کوجی زدار یکی از کارگردان بهترین مثل شما نوردیننده مشهور دنیا که بسیار نمادهای مشهور رو مشهورتر کرده است. ما با اون ایشون همکاری دارم و یکم مثل شعر مرا عوض کردگی نیست. فخر میکنم که استاد بهرام غفوری حتی به نزدیک ما به من گفتن که من چند شعر بودم شعر مرا عوض کردم یک شعر رو عوض نکردم. این باعث فخر من است و باید دشمنای من بدانند که من آیا آدم مفتگیشون نیستم، مسخره باز نیستم. من در دل در خزینه هم چی در دل چه ما دارم که من میدانم خدای تو رو بله بخشش هیچ گم نیست. دوام دارد آخرانش. Audio Jungle. الان سوال کنم وازبین گفتی سر وزین تاکسی با قدم قربون زنگ زده بیاد که چون مسئله بخونم قدم قربون یک هایو تلفنش کشتگی های ای پشتنم تلفن کشیش ای چند معرکه موندگی های وقتی تلفن شکریون کرد نویه دنگره اومد قطعی من همراه شد من یک سال برای نویه دنگره فوندگی بودم اکه قدم اونجا قطعی من همراه میرفتیم ما از بس که برنامه داشتیم اکه قدم اشتراک کردن باقی خیمه همراهی تا در پشوی دنگره میگردیم شما کنیم که وقتی گشتن قدم قربون اونجا سون کار پیدا کرد وار میکنیم گشتنش یک از رنج روور من میکنم $100 میتونم ایش دفعه $100 میتونم ما این در میرم که $2 این در میکنم برای سبب شدی قدم قربون اونجا $300-400 کار کنم ما رو قدم قربون زن میزنم سونش کشتگیه اون روز اکه قدم یک چون فوق‌العاده زن زدن ما یک سرودی موسیقی سلسله داره که ما تصویر میکردیم جمیله داره ایما خبر نداره شما انتری برای هشتاد نمیشم بلکه امی دیلو که نزدیک است اکه قدم اگرم که میلیون سوال زن زن نمیگیرم کشتگه بعد خودش زن زد گفتم اکه قدم جونم سرود انتری کردم بیا بخون بسیار خوشوش اولی جانب شده گفت که تو مرا ما ایتا حیدگیرم تو مرا مبارای بایی نمیکنی گفتم چی مبارای بایی کنم گفت 3 روز با ما کفتم نیفتم شفتم 2 روز غیر در با اون تعالود کردم همه اینو برای عمیقای بکن برای سایت شما بهترین از آور آمد من استفاده بریم چکم میتونیم اکر خودم شده جوران باید من نصرت زمین کنم شوفیور شد نصرت رو جا من باید شرط کنه شو کنم بله من که تو خیلی شما کنم خست بریم نصرت کنم یو داره ها بگیرم ولی وقتی سیزوی داره باید کل سیزوی داره باید داره ها کدیسته بهترین یک بار دیگه خوش آمدید میگیم به برنامه خدمون و با فکرم که باید گندم در آوکه دیسم من باید ملگاه دارم من باید شرط کنه شو کنم از بس که سوال شما از با قدم قربون زنگ زده بیاد که 4 مصرع ریب سراید بله قدم قربون من میگیرم تلفون ما را این شرط هم وقتم اجرا میکنم من با کارگر سرود خوانم دم من تیگر چند بار گفتم ای بچه عاشقی نکن عاشقی دردی سختر انا کپیدم تک ای پشتی تو بیسوشی در کوچه چک میخوابن میشکنن گم که بس که دیگر نکن من تیگر چند بار گفتم ای بچه عاشقی نکن عاشقی دردی سختر انا کپیدم تک ای پشتی تو بیسوشی در کوچه چک میزنم میشکنن گم که بس که دیگر نکن بهترین رحمت کلام خوش آمدید یک بار دیگه Audio Jungle.